الان کشور مصرفی در جهان ایرانه. 4 برابر آلمان شما سوخت مصرف میکنید. اولین کشور مصرف کننده نوشابه گازدار، اولین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی. سالانه 1,800,000 تن فقط قند شکر مصرف میکنن ایرانی‌ها. سالانه 1,200,000 تن فقط روغن نباتی وارد میشود. چه خبرتونه؟ کو بازدهی این همه مصرف چی شد؟ فوتبالتون رو میخواین کن دست از پادراستر برمیگرده. 4 میلیارد تومان بلعید این بودجه فوتبال، فقط فوتبال. ما 40 فدراسیون داره ایران، فقط فوتبالتون دست از پادر. ما حریف برزیل نمیشیم، پس برای چی موقع بچهای مردم کار میگیرید؟ این تو میدونی هر ضربه که میخورن تو جریان جهانی عقده حقارت پیدا میکنه جوون. پس بگو آقا ما نداریم، ما اینجور تیمی نداریم. پاکستان اصلا سربازی نداره، اصلا چیزی به نام سربازی نداره که بعد بگن مثلا آشخوری و پولار دزدیدن، پولای پادگانان ما برن سرانگام میخورن مثلا میگن. ندارن اصلا چیزی به نام سربازی ندارن، مفت میخورن مخابرن، کشورشون یک جوری نگه میدارن. آقا یا نرید تو گود یا مگه میرید پرچم ایران رو ببرید بالا. آقا شما که در عزاداریاتون این ماده های بی سواد بلا نسبت ماده های عزیزی اگه تو جلسه هستن جسارت نباشه، این لیست سیاه ابو فاضل آپاراتی بدبخت بی سواد رخ گم شو برو. مینوسه 10 شب در مسجد فلان مراسم است، بعد مینوسه که سخنران حاج آقای اکبری مداح نصف چهارراه میگیره صفدر قلی. اشکال نداره، جای مارک تنگ نکردم به جهنم، سزای شما هموناییم، برین.